تا فصل به این مربای خیلی خوشمزه و خوش رنگ و لعاب درست کن. لایک و سیو یادت نره، برای دوستتم بفرست. امروز میخوام بهت بگم اگر ترازو نداشتی چجوری شکر رو اضافه کنی. اول از همه بهار رو حسابی تمیز بشورید و بذارید آبش بره. بعد به شکل دلخواه خورد کنید. بچه‌ها ریز خورد نکنید، خیلی نازک هم خورد نکنید، چون بعد از پخت شکلش رو از دست میده و له میشه مربا. وقتی همه بهار رو خورد کردین با یک کاسه اندازه بزنید. به تعداد کاسه هایی که به رو میریزید نصفش رو باید شکر بریزید. من 4 تا کاسه به داشتم، 7 تا کاسه آب ریختم و گذاشتم بپزه. بعد از 1.5 ساعت به‌ها تقریبا پخته و صورتی رنگ شده. حالا نصف مقدار به هم که 2 کاسه هست به شکر اضافه میکنم، میذارم تا 3-4 ساعت بپزه. این مرحله پخت برای 2 ساعت بعد از پخته. بعد از 3 ساعت به‌ها این رنگی میشه. مدام از شهدش روش میریزم. حرارتم باید متوسط رو به تند باشه. بعد از 4 ساعت دیگه به‌ها تقریبا داره آماده میشه. من گذاشتم 1 ساعت دیگه بپزه و این هم رنگ نهایی مربا.